سلام قربان. سلام آقای رئیسی عزیز، خوب هستین؟ قربان شما. آقای حقی هم اینجا هستن، میبینیشون، میتونید که بیارینشون. سلام جناب حقی. و یه درخواست جوین شدن هم اگه شما بفرمایید خیلی بله، ممنون. من ایشون دعوت کردم. مرسی. خوب. آقای حقی سلام جناب حقی. سلام قربان، صدای من میشنوی؟ سلام و ارادت. حالش چطوره؟ خیلی خیلی متشکرم. شما خوب هستید؟ ممنونم، خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردید. خواهش میکنم، باعث افتخار برای بنده. افتخاری است برای ما که در وجودتون باشیم و وقتتون رو زیاد نمیگیرم. خواهش. آقای تحوری هم اینجا هستن چون به حال ادمین گروه هستن، ایشون بله. موضوع رو لایو کردن، ولی گفتگو بین بنده و جناب عالی هست و خیلی بیش از هر چیز سپاسگزارم از اینکه دعوت رو قبول کردید و خواهش میکنم. افتخار دادید و به حال از این جهت که در رابطه با بحث قانون اعطای تابعیت به کودکان متولد از مادران ایرانی رو شما کار کردید و در جریان وضعیت این شیوه خاص قانونگذاری اجرای اون هستید. خواستیم که از هم دانش ارزنده و هم تجربیات بسیار خوب شما برآمد بشیم و در حقیقت یه نگاه خیلی روشن داشته باشیم به دور از پرده های خاص سیاسی. چرا در حقیقت حقوق کودکان فراموش میشه در پرده نگاه های سیاسی و امنیتی به خصوص که در این قانون وجود داره و از این نظر کودکان رو در شرایط سخت قرار میده. از طرفی هم خب زمزمه های تغییر همین قانون هم که سال 98 تصویب شده و الان به خوبی اجرا نمیشه میشنویم. حالا در ابتدا خواستم خواهش کنم از حضورتون یک نمای کلی به ما بدید که الان وضعیت این قانون چگونه است و تا بیشتر جلو بریم با موضوعات بیشتر. بله، خواهش میکنم. اگر اجازه بدید من حالا با یه مقدمه شروع کنم که در مورد کلیات تابعیت و در واقع وضعیت کسب و اکتساب تابعیت برای افراد در نظام‌های مختلف، در نظام‌های حقوقی مختلف، تا بعد برسیم به وضعیت فعلی. خب به طور کلی همونطور که مستحضر هستید، تابعیت یه بحث مهم در حقوق هست و مبنا و نقطه عزیمت برای برخورداری از حقوق محسوب میشه. به این معنا که اگر ما در واقع دارای تابعیت نباشیم، به شکلی میتونیم بگیم که از بقیه حقوق هم نمیتونیم برخوردار بشیم یا استناد کنیم برای برخورداری از حقوق. به تعبیر هانا آرنت از حق داشتن برخوردار نیستیم اگر تابعیت نداشته باشیم. بنابراین تابعیت بحث بسیار مهمی هست در نظام حقوقی ایران. مثلا اگر شما نگاه کنید در فصل 3 قانون اساسی که حقوق بنیادین مردم درش مطرح شده، عنوان فصل 3 حقوق ملت هست. بنابراین شما تا زمانی که انتساب به ملت ایران نداشته باشید نمیتونید از این حقوق برخوردار باشید. مثلا اصل 30 قانون اساسی که زیر مجموعه همین فصل حقوق ملت هست مقرر میکنه که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. بنابراین شما تا زمانی که جزء ملت محسوب نشید نمیتونید به این حق استناد کنید. یا قانون خیلی مهمی که ما در مورد آموزش رایگان داریم و همچنان اجرا میشه و مورد استناد قرار میگیره همون قانون سال 53 هست تحت عنوان قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی. ببینید اصلا عنوان اطفال و جوانان ایرانی توی خود عنوان خود قانون هست و بنابراین ملاحظه میشه که تا زمانی که شما منتسب به یک کشور نباشید و منتسب به
یک نظام حقوقی نباشید نمیتونید به حقوقی که در اون نظام حقوقی برشمرده شده و پیش بینی شده استناد کنید و از اون برخوردار بشید. خب به طور کلی همونطور که میدونید دو تا نظام کلی و سیستم کلی برای شناسایی تابعیت در نظام‌های حقوقی وجود داره. سیستم خون که مبتنی بر تبار و نسب افراد هست و سیستم خاک که مبتنی بر زاده شدن در محدوده جغرافیایی سیاسی مشخصی هست. در نظام حقوقی ما که مباحث مربوط به تابعیت عمدتاً در کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی مورد حکم قرار گرفته، اصولا سیستم خون پذیرفته شده، یعنی مبتنی بر سیستم خون هست نظام حقوقی ما، اما در جاهایی به صورت تکمیلی سیستم خاک هم در واقع مورد استفاده قرار گرفته. ماده 976 قانون مدنی میگه اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند: 1. کلیه ساکنین ایران به استثناء اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد. 2. که ما با این بند کار داریم و این در واقع بحث اساسی ما روی همین بند هست: کسانی که پدر آنها ایرانی است، اما از این که در ایران یا در خارج متولد شده باشند. خب مشکل اساسی از همینجا آغاز میشه. یعنی در واقع شما میبینید که در نظام حقوقی ایران تعیین تابعیت بر اساس سیستم خون هست، تابعیت فقط از پدر به فرزند منتقل میشه و تابعیت مادر نقشی در تعیین تابعیت فرزند نداره. خب این وضعیت تبعیض آمیز شاید بتونیم بگیم که ناشی از اون نگاه مرد سالارانه تدوین کنندگان قانون مدنی در حدود 100 سال پیش بوده که خب خودش متأثر از غلبه نگاه‌های فقهی بوده و به هر حال این وضعیت رو رقم زده در طول سالیان که اشخاصی که از زنان ایرانی که دارای همسر غیر ایرانی بودن به دنیا می اومدن نمیتونستن به تابعیت مادر خودشون استناد کنن و بر اون اساس تابعیت مادر رو کسب کنن. این وضعیت نابسامان و ناخوشایند تا سال 1385 ادامه داشت که در سال 1385 قانونی تصویب شد تحت عنوان قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی و زمینه رو برای در واقع کسب تابعیت و به تعبیر اکتساب تابعیت توسط این اشخاص ذی‌نفع فراهم کرد. این قانون البته ایراداتی داشت، از جمله این که در واقع شرط متولد شدن در ایران رو ذکر کرده بود. خب در خیلی از مصادیق میتونست در واقع بعضی از افراد رو محروم کنه از استناد به این قانون. ثبت ازدواج رو در واقع الزامی دونسته بود، بنابراین کسانی میتونستن از این قانون استفاده کنن که پدر و مادرشون ازدواجشون رو ثبت کرده بودن، در حالی که در بسیاری از موارد اشخاص ذی‌نفع کسانی هستند که ازدواج پدر و مادرشون به صورت شرعی بوده و ثبت نشده بوده. به هر حال در سال 98 این قانون اصلاح شد و یک قانونی تحت عنوان قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در حال حاضر و در نظم حقوقی کنونی همین قانون هست که در واقع اجرا میشه و آیین‌نامه‌اش که در واقع ملاک عمل هست. این قانون خوشبختانه اون ایرادات قانون سال 85 رو مرتفع کرده بود و از جمله یه ایرادی که فراموش کردم بگم این بود که در قانون سال 85 مادر نمیتونست مستقیما و رأساً تقاضای شناسنامه برای فرزند خودش بکنه، مادری که دارای همسر در واقع غیر ایرانی بود و بعد از 18 سالگی خود فرد بود که میتونست این تقاضا رو بده. اما در این قانون این ایراد برطرف شد. من متن ماده واحده رو میخونم که خیلی طولانی هم نیست. میگه فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا میشوند، قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی تو پرانتز به
تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تابعیت ایران در می‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایرانی را تقاضا کنند. بنابراین این امکان برای خود فرد پیش بینی، برای مادر شخص پیش بینی شده که تا قبل از 18 سالگی و برای خود فرد بعد از 18 سالگی، و اون ایراد قانون در سال 85 رو در واقع مرتفع کرده بود. نکته مهم دیگری که در این قانون ذکر شده و در ادامه اومده این هست که قانونگذار ذکر میکنه پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت 3 ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی اقدام کند. حتی در آیین‌نامه، در ماده 13 آیین‌نامه ذکر شده که در صورتی که در این مدت 3 ماه اون نهاد امنیتی پاسخ روشنی رو ارائه نده، در واقع این به عنوان پاسخ مثبت تلقی میشه و ادامه فرایند صدور شناسنامه در واقع انجام خواهد شد. خب این قانون البته در عمل و در اجرا متاسفانه با کندی به اجرا در اومد و یکی از دلایل عمده کند بودنش در واقع دیر پاسخ دادن نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بود و هست همچنان. یعنی ما در خیلی از موارد، حالا من در ادامه صحبت‌های بحث آماری هم خواهم داشت و یه سری از آمارهایی که در واقع به صورت رسمی از طرف نهادهای دولتی منتشر شده رو عرض خواهم کرد. در خیلی از موارد می‌بینیم که پاسخ‌هایی که قرار بوده ظرف 3 ماه در واقع ارائه بشه 3 سال طول کشیده و هنوز پاسخی دریافت نشده و متاسفانه این رو هم باید ذکر کنم که این ایراد ناشی از یک شیوه نامه‌ای هست که در سال 99 وزیر کشور به استاندارها در واقع ابلاغ کرده و تو اون شیوه نامه متاسفانه برخلاف قانون و آیین نامه اون بازه زمانی 3 ماهه رو مورد تاکید قرار نداده و عملاً الان در واقع اون بازه زمانی 3 ماهه اجرا نمیشه. به هر حال الان در وضعیت فعلی این قانون با همین وضعیت جسته و گریخته و با همین کندی در حال اجرا است، اما چیزی که بسیار نگران کننده است و در واقع اقدام خیلی جدی و فوری هم نهاد قانونگذاری رو میطلبه و هم فعالین حقوق بشر رو در مورد زنهار دادن و تذکر دادن و هشدار دادن نسبت به این موضوع رو میطلبه، طرحی هست که در مجلس در سال 1401 مطرح شده تحت عنوان طرح تأسیس سازمان ملی اقامت. در سازمان ملی مهاجرت فکر می‌کنم، نه؟ سازمان ملی مهاجرت، بله عذرخواهی می‌کنم. بله. در ماده 41 این طرح قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی به طور صریح نسخ شده. هرچند گفته شده کسانی که در واقع در سیستم ثبت نام کردن به درخواستشون رسیدگی میشه، ولی کلا در واقع قانون سال 98 که به هر حال داشت کار میکرد و با همون کندی و آهستگیش تا حدی مؤثر بود، این قانون نسخ شده و این به این معناست که ما رو برگردونده به همون قانون مدنی و 100 سال پیش که در بیانی تابعیت زنان برای فرزندانشون در واقع معیاری برای کسب تابعیت محسوب نمیشه و این بسیار خطرناک هست و این بسیار نگران کننده هست. البته یک اتفاق خوبی که در مجلس افتاد این بود که با بررسی و طرح این طرح در تصویبش در کمیسیون موضوع اصل 85 مخالفت شد. خوشبختانه این اتفاق افتاد، وگرنه در کمیسیون قطعا تصویب میشد و الان شاهد اجراش بودیم و دیگه چیزی تحت عنوان قانون اصلاح سال 98 ما نداشتیم. اصل 85 نشد، در مجلس قبلی
به تصویب نرسید و تا آخرین روزهای مجلس قبلی هم به تصویب نرسید. در مجلس فعلی هم هنوز خبری از تصویبش نیست که امیدواریم در واقع با درایتی که امیدواریم وجود داشته باشه از دستور کار خارج بشه. من اگر اجازه بدید در مورد وضعیت اجرای قانون سال 98 هم بر اساس آمارهایی که دستگاه‌های دولتی به صورت رسمی منتشر کردن یک اطلاعاتی خدمت شما عرض کنم. به طور کلی بر اساس آماری که در حال حاضر وجود داره تا پایان سال 1401 در مجموع 109198 درخواست ثبت شده و تا اون زمانی که این گزارش تهیه شده تنها 15800 شناسنامه صادر شده. اولین شناسنامه هم در 24 آبان سال 1399 صادر شد به موجب این قانون و آیین نامش و به تعبیری میشه گفتش که هنوز، البته میگم این آمار مال ابتدای سال 1402 هست، که 93,000 نفر هنوز نتونستن از مزایای این قانون استفاده کنن. در واقع ذی‌نفع بودن بر اساس این قانون ولی هنوز نتونستن بر اساس این قانون در واقع تابعیتشون رو مسجل کنن و شناسنامه بگیرن. آمار تکان دهنده دیگه‌ای که وجود داره در مورد استان‌های شرقی کشور هست. مثلا در استان خراسان رضوی 19500 پرونده تشکیل شده اما فقط برای 398 نفر شناسنامه صادر شده و علتی هم که در واقع در این گزارش بررسی شده و ریشه یابی شده باز هم همون عدم پاسخگویی مراجع امنیتی بوده. یا از اون نگران کننده تر در استان سیستان و بلوچستان بوده که 28679 پرونده تشکیل شده و تا زمان تهیه این گزارش فقط 4 شناسنامه صادر شد و در اینجا علاوه بر تأخیر دستگاه امنیتی پاسخ منفی در واقع دستگاه امنیتی به استعلام ها هم از موارد در واقع از دلایل عدم صدور شناسنامه برای این افراد ذی‌نفع این قانون ذکر شده. بنابراین در وضعیت فعلی میتونیم بگیم که اولا باید اجرای قانون مصوب سال 98 تسریع بخشیده بشه و به سرعت در واقع این قانون اجرا بشه برای ذی‌نفعان و ثانیاً از تصویب اون ماده 41 که طرح سازمان ملی مهاجرت جلوگیری بشه تا در واقع همین امکان اندک قانونی هم که هست از بین نره. من اخیراً که میگم یه 2 روز گذشته یه اطلاعاتی کسب کردم مبنی بر اینکه دولت هم یک لایحه‌ای داده به مجلس تحت عنوان لایحه اصلاح تابعیت. یعنی این فکر کنم مال 2-3 روز پیش از 17 تیر ماه فکر می‌کنم این لایحه در واقع ارسال شده به مجلس شورای اسلامی. در بخشی از این لایحه به این شکل مقرر شده افرادی که مطابق قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مصوب 1398 در ایران متولد شده یا میشوند و حداقل 5 سال در ایران اقامت داشته باشند مشروط به نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و پاسداران انقلاب اسلامی تا الی آخر. یعنی باز داریم میبینیم که یه قیودی داره اضافه میشه، در واقع اقامت 5 سال یا در واقع به دنیا آمدن در ایران و قیودی مثل این که باز در واقع دستاندازها رو بیشتر میکنه و مشکلات و تنگناهای اجرای قانون رو بیشتر میکنه. الان وضعیت ما به این شکل هست و حالا من در خدمتتون هستم اگر پرسش دیگری و اگر مسئله دیگری هست. خیلی خیلی متشکرم. یک نگاه کلی و بسیار دقیقی همراه با آمار بیان فرمودید. در حقیقت اون چیزی که نگرانی را ایجاد کرده و ما هم در خدمت شما رسیدیم به عنوان یک متخصص، عنوان وکیلی که در همین حوزه کار میکنه، به این دلیل که
دقیقاً چه طرح در واقع سازمان ملی مهاجرت که هنوز تصمیم نشده و چه این لایحه‌ای که من الان از شما شنیدم دولت به مجلس داده، هر دو در حقیقت یک نگاه امنیتی سیاسی را میاد جایگزین یک نگاه حقوقی میکنه، چون رابطه تابعیت اگرچه اساساً یک از حقوق سیاسی است ولی بیشتر باید در مضامین حقوقی بهش نگاه کنیم و اینکه هیچ انسانی نمیتونه متولد بشه و تولد اون ثبت نشه. اگر به همین دلیل در قانون ثبت احوال ایران هم به روشنی، اگر اشتباه نکنم در ماده 12 پیش بینی شده که هر کسی که در قلمرو ایران به دنیا بیاد باید مراتب ولادتش ثبت بشه. ثبت ولادت از این نظر ارزشمنده که همونجوری که شما فرمودید میتونه رابطه حقوقی شخص را با حکومت و با جامعه مشخص کنه و بتونه از امتیازات شهروندی بهره مند بشه. و وقتی کودکان از یک طرف و مادران اونا به خصوص از طرف دیگه مورد نگاه امنیتی و سیاسی قرار میگیرن به جای اینکه نگاه حق محور و حقوقی بهشون بشه، خب طبیعی است که بخشی از حقوق غافل میشه. و الان اگه این لایحه جدید هم بخواد بره، خب از تولد تا 5 سالگی این کودک بدون شناسنامه باقی میمونه، یعنی خدمات بهداشتی، خدمات متعدد دیگه بهش اختصاص پیدا نمیکنه و در یک تناقض آشکاری بین این تصمیمات و قانون ثبت احوال وجود داره. و منم مطلع شدم که در واقع یه نگاه سیاسی امنیتی هست که میگه اون رو اجرا نکنید بدون اینکه اون قانون لغو شده باشه، بدون اینکه ما قانونی داشته باشیم که اشاره بکنه قانون ثبت احوال لغو شده. اگرچه در قانون ثبت احوال روشن نمیگه که تابعیت اعطا میشه، ولی میگه که ثبت میشه ولادت. وقتی ولادت ثبت شد، خب طبیعی است که تبعات ثبت ولادت سوده شناسا باید باشه. و مادر هم در همون قانون هم باز اجازه داده که مادر اعلام کننده ثبت ولادت بشه. چنانچه اطلاع دارید. حالا با این توصیف ها در واقع نگاه می‌خواستیم بکنیم این عملی که چگونه است که ما با وجودی که همینجور که فرمودید بیشتر از 100 ساله که از تصویب اون قانون میگذره بحث تابعیت، ولی همچنان این که نگاه امنیتی به این وارد هست و همچنان نگاه سیاسی هست، همچنان باید دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی در حقیقت تایید کنند. حالا اگر مثلا این شخصی بزرگسال باشه، طبیعی است که دستگاه امنیتی خب ورود کنه، خب برای مصالح کشور شاید محکوم این باشه. اگر در حالی که خود قانون میتونه مکانیزم قرار بده که اداره اتباع که وقتی بررسی میکنه همین ملاحظات رو رعایت کنه که نیازی به رفتن به دستگاه امنیتی نباشه، چون اونجا بحث بوروکراتیکش پیچیده تر هست و عملاً وقت زیادی میگیره. من در واقع تحلیل شما رو در این حوزه میخوام که چگونه است که این نگاه امنیتی اومده غالب شده به جای که نگاه حق و حقوقی باشه و اینکه کودکان فراموش میشن اینجا. حالا تغییر کنه 5 سالش باشه، نه الان کودکان بالای 15 سال حتی بالای 18 سال که دیگه کودک محسوب نمیشن داریم. آدمای متعددی که همچنان بی‌شناسنامه هستن، همچنان از حقوق شهروندی محروم هستن و مشخصا اون اصل رابطه مرزسالارانه که در قانون مستقر شده و مادران رو و زنان رو از بخش حقوق محروم میکنه که بخوان به فرزندانشون بدن. این چگونه است که عبور نمی‌کنیم از این گره و اینکه سالهای سال همون قانونی که سال 98 هم 15 سال طول کشید تا تصویب شد و خیلی خیلی کار داشت. این استقرار این وضعیت در حالی که جهان تغییر کرده، جهان سمتی میره که مرزها رو کم کنه، میره به سمتی که حق جابجایی به همه آدما داده بشه و ایران هم پذیرفته بخشایش که موبیلیتی رایت یا حق جابجایی، حق این هر جایی که در خطری مهاجرت کن، چنانچه در آیین فرهنگی و سنت دینی ما هم هست. خب پس چرا چنین ما برای خودمون نمیپسندیم در قلمرو سرزمینی ایران؟ این تحلیل شما را از این حوزه
من ابتدا اجازه بدید که یک نگاه تطبیقی داشته باشم، نگاه کوتاه تطبیقی به وضعیت حال حاضر کشورها، که در واقع متوجه این باشیم که ما در یک استثناء در واقع النادر و کالمعدومیم الان واقعا. یعنی الان اگر بخوام به طور دقیق به شما بگم، در حال حاضر به غیر از ایران فقط 6 کشور هستن که تابعیت مادر رو برای تعیین تابعیت فرزند مؤثر نمیدونن. حالا اسم این کشورها رو هم بگم باز بر در واقع سنگینی موضوع اضافه میکنه: سومالی، سوازیلند، قطر، برونئی، کویت و لبنان و ایران. ایران هفتمین کشور هست. یعنی در واقع نظم کنونی حقوقی جهانی این رو پذیرفته که تفاوتی بین مادر و پدر برای کسب تابعیت نباید وجود داشته باشه. این تبعیض هست، به طور روشن تبعیض هست. این در واقع همونطور که تابعیت از پدر منتقل میشه، به همون میزان و به همون شکل باید از پدر هم منتقل بشه. اون وضعیت ایدئال برای من حقوقدان و برای بسیاری از ما حقوقدانان این نیست که حالا قانون سال 98 رو نگه داریم. وضعیت ایدئال اینه که قانون مدنی اصلاح بشه، بند 2 ماده 976 اصلاح بشه و مادر هم در کنار پدر در واقع تابعیتش برای تعیین تابعیت فرزند مؤثر تشخیص داده بشه. این تابعیت ایرانی مادر هم منتقل به فرزندان بشه. اما خب به هر حال وضعیت کنونی این هست که در واقع اون نگاه فقهی در بعد از انقلاب 57 هم امتداد پیدا کرده و حتی پررنگتر شده و به اون نگاه فقهی، نگاه به قول حضرت علی امنیتی و سیاسی هم متاسفانه اضافه شده. ببینید خود همین قانون سال 98 وقتی که در مجلس مطرح بوده، در واقع اون بحث‌های استعلام‌های امنیتیش 2 بار با ایراد شورای نگهبان و بازگشت طرح به مجلس اضافه شده. یعنی در فکر کنم 11 خرداد 98 و 15 مرداد 98 2 بار ایراد وارد کرده. یکی از ایراداتش خیلی جالبه، بند 5 اصل 3 قانون اساسیه. به موجب بند 5 اصل 3 قانون اساسی دولت باید همه امکانات خود را برای طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب به کار ببره. ببینید این نگاه اینه، یعنی نگاه اینه که اگر بر اساس تابعیت مادر ایرانی شما در واقع به فرزند تابعیت بدید، ممکنه باعث نفوذ اجانب بشه. میخوام بگم نگاه این بوده که 2 بار برگشته ایراد گرفتن و نهایتاً با اضافه کردن وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه که بازم در واقع این خودش هم دارای ایراده، یعنی یک موازی کاری در واقع خیلی وقتا ممکنه پاسخ متناقضی در واقع داده بشه، وزارت اطلاعات تایید کنه، سازمان اطلاعات سپاه تایید نکنه. اما اینکه قبلا هم شاهد این در واقع تناقضات و تعارضات بین در واقع نظر این 2 نهاد امنیتی بودیم. و بنابراین میخوام بگم که نگاه غالب در سیستم این هست که اینو نمیپذیره. شاید یک دلیلش در واقع ما بتونیم به جایی که مفهومی به قضیه نگاه کنیم، اگر مصداقی به قضیه نگاه کنیم، دلیلش این باشه که شاید بتونیم بگیم، حالا من آمار دقیقی ندارم، ولی بیش از 90% ذینفعان این قانون فرزندان زنان ایرانی هستند که با اتباع افغانستان ازدواج کردند. و در مورد کشور افغانستان در حاکمیت و حتی در بخش‌هایی از جامعه ما نگرانی‌هایی در واقع بیگانه هراسی‌هایی وجود داره که چه بسا لازم باشه حالا من حقوقدان اگر کار حقوقی میکنم، کسانی که کار در واقع مدنی انجام میدن یه سری آگاهی رسانی، یه سری آگاهی بخشی به جامعه داشته باشن که این نگاه تبعیض آمیز رو حداقل در مورد کودکان ازش اجتناب کنن. در مورد کودکان این نگاه تبعیض آمیز واقعا پذیرفته نیست. بله ممکنه به هر حال در تمام نظام‌های حقوقی و در تمام کشورها نگاه‌های راست است، نگاه‌های چپ هست، نگاه‌های متمایل به در واقع بیگانه ستیزی هست، اما در افراطی ترین حالت ممکن هم
منافع عالی کودکان هیچ وقت نادیده انگاشته نمیشه. اینا خط قرمزه، اینا خیلی اهمیت داره و خیلی مهمه و ما باید این نگاه رو جا بندازیم هم در تصمیم گیرندگان و هم در بطن جامعه که در واقع این اعطای تابعیت یک حق، یک امر مسلمه، همونطور که از پدر منتقل می شود از مادر هم منتقل میشه و این نگرانی های امنیتی و نگرانی های در واقع سیاسی تقریبا بی‌پایه و اساس هست و هر چقدر هم دارای اهمیت باشه نمیتونه نافی اون حقوق مسلم کودکی باشه که به هر حال از حاصل یک ازدواج معتبر و رسمی هست. بنابراین به نظر من وظیفه ما حقوقدانان هست در حیطه حقوقی و وظیفه فعالین مدنی هست در حیطه اطلاع رسانی که در واقع این رو هرچه بیشتر مطرح کنن که تا جامعه نسبت به این قضیه حساس بشه و واقعا گزارش داده بشه که این کودکانی که دارای این وضعیت هستن و به این وضعیت دچار هستن و از این حقوق اولیه تحصیل و بهداشت و این چیزایی که در واقع حقوق مسلم اولیه هر فرد هست محروم هستن به واسطه نداشتن تابعیت و نداشتن امکان کسب تابعیت، در واقع اینها در واقع از این وضعیت خارج بشن. خیلی متشکرم، بحث خیلی ارزشمندی توسعه دادید و در حقیقت اون نگاه امنیتی که وجود داره من فقط یه نکته علاوه میکنم و خواهم به نظر شما رو هم بدونم که در حقیقت وقتی که نگاه میکنن میگن که به کودک باید تابعیت داده بشه. مادرش ایرانیه، خب طبیعی از خون ایرانی هم هست، ما سیستم خون قبول کردیم، خب بین خون مادر و خون پدر نباید تفاوتی وجود داشته باشه و این رو در واقع دیگه جامعه با اینقدر مدرن شده باشه که جز اون 7 کشور در واقع توسعه نیافته نباشه دیگه، حداقل در این زمینه مدنی باید توسعه پیدا کرده باشه و برای اینکه جامعه ما یک جامعه که الان با سراسر دنیا در تماس و ایرانیان در فکر کنم کشور دیگه وجود نداشته باشه که زندگی نکنن. خب طبیعی است که ازدواجم رخ میده و طبیعی است که وقتی که ازدواجم رخ بده به پدر اون بچه که نمیخوان تابعیت بدن، میخوان به کودک بدن، به مادرش، و فقط تو قانون پیش میکرده که به در واقع به پدر اقامت بدن، ولی حتی میتونم خیلی راحت با اغماض به پدرم اگه مشکل خاصی نداشته باشه، شرایط کسب تابعیت داشته باشه، تابعیت بدن و اینکه هیچ زیانی قطعا اگر که شرایط کسب تابعیت احراز بشه از نظر حقوقی این زیانی حاصل نمیشه. این واقعیت از طرفی هست که خب عمدتاً مردم شریف افغانستان که اومدن به حال تحت ستم و ظلم بودن سالیان دراز در کنار مردم ایران قرار گرفتن و حالا به نوعی به تعبیر شما بیگان هراسی، افغان هراسی رخ داده. از طرف دیگه خود حکومت در از گاهی هم از امکاناتی دیگه که برای اون بخش از شیعیان افغانستان هست داره از بهره برداری میکنه، اما چون اکثریت جامعه افغانستان اهل تسنن هستن این نگاه خاص میاد غالب میشه و همین موضوع باعث میشه که افراد متعددی، کودکان متعددی در حقیقت رها بشن و یا روانه بازار کارهای سیاه، کار کودک ممنوع است. استحضار دارید که خب زیر 15 سال ممنوع است، ولی اینا میشن در واقع ابزار کار کودک، ابزار استثمار کودک، ابزار سوء استفاده جنسی، سوء استفاده اقتصادی، زباله‌گردی و مسائل متعدد حاشیه و هیچ جامعه‌ای نباید بپسنده که هسته آسیب درست کنه. فکر میکنید چرا این بخش رو نمیبینن مسئولین ما که این هسته آسیب وقتی تو شناسنامه نداشته باشی میتونی دست بزرگسال هم بشی، میتونی دست به ارتکاب جرم بزنی، راحت شناسایی نشی، راحت با هر اسم مستعاری معرفی بشی و به سادگی هویتی نداری در حقیقت که بخواه پنهان کنی یا نکنی. بنابراین میتونه این خودش هم یه امر آسیبه، هم موجب آسیب‌های متعدد بشه.
این بخش از آسیب رو ما باید چگونه به گوش مسئولین برسونیم که اینو نمیپذیری فضای آسیب درست میکنی. و مهاجرین افغانستانی که کم نشدن، با اومدن طالبان که در بیشتر شدن، ارتباط فرهنگی و تاریخی بین ایران و افغانستان خود به خود سبب میشه که بخشی از زنان ایرانی در معرض ارتباط با اونا قرار بگیرن و ازدواج کنن. امکان ازدواج فقهی و شرعی یا هر گونه رابطه‌ای که میتونه اونجا متعلق شده فرزند بشه هم که فراهم است. خب پس این خود به خود هسته آسیب ایجاد میکنه. چون این بخش رو نمیبینن. اگر که با این بحث موافق هستید خواست یه اشاره بکنید که به این موضوع هم برای ما که برای شنونده بکنید. بله خواهش میکنم. ببینید من نکته شما رو و فرمایشات ارزشمند شما رو این گونه تکمیل کنم که ببینید در مباحث جرم شناسی، حالا من تخصص جرم شناسی ندارم ولی در حد یک حقوقدان که بالاخره مطالعات مختصری در این زمینه داشتم، یکی از عواملی که باعث جرم میشه عدم جامعه پذیری شخص هست و یکی از مهمترین دوره ها برای جامعه پذیر شدن اشخاص دوران کودکی و نوجوانی هست. جامعه پذیر شدن به این معناست که در واقع فرد خودش رو عضوی از جامعه و متعهد به جامعه و مسئول در برابر جامعه بدونه و بنابراین از تخلف، جرم، جنایت در جامعه پرهیز کنه به صورت ذهنی. حالا علاوه بر اون ضمانت اجراهای کیفری که وجود داره و ترسی که از اعمال مجازات وجود داره، خودش رو در واقع جزئی از جامعه بدونه. خب کسی که در واقع بهش شناسنامه تعلق نمیگیره، زیر نگاه‌های تبعیض آمیز تمامی نهادهای ارائه دهنده امکانات و حقوق هست. هر جا که میره اول ازش شناسنامه میخوان و اون سرش رو پایین میندازه چون شناسنامه نداره. گاهی وقتا در مدارس تازه با اون امکان مختصری که برای اینا فراهم هست برای تحصیل هی فراخونده میشن برای تعیین تکلیف نسبت به آینده و در واقع از ابتدا با این نگاه تبعیض آمیز و با این نگاه رانده شده از طرف جامعه روبرو میشه. بدیهیه که این فرد مهیای تبدیل شدن به یک بزهکار هست. یعنی در واقع بزهکاری زمینه هاش در این فرد شکل میگیره و متاسفانه سیستم ما مثل خیلی از مسائل دیگه فقط به پاک کردن صورت مسئله فکر میکنه. به این فکر نمیکنه که شما چه به این فرد شناسنامه بدید چه شناسنامه ندید، چه این فرد در جامعه در واقع به عنوان ایرانی شناخته بشه چه شناخته نشه، بالاخره حضور داره در این جامعه، منافعش به جامعه میرسه. اگر در واقع شما درست در مسیر درست قرارش ندید، مضارش هم به جامعه خواهد رسید. بنابراین به نظر من نگاه چون نگاه تک‌بعدی هست به قضیه، یعنی اولین قضیه که پیش میاد اینه که خب شوهر این خانم کیه که غیر ایرانیه که بیگانه است و چه خطرات امنیتی داره. یعنی در واقع بخش عمده‌ای از ذهنیت تصمیم گیرندگان و قانونگذاران ما را همین مسئله اشغال کرده تا اینکه بخوان به اون مصالح فرهنگی، مصالح اجتماعی و نگاه بلند مدت فکر کنن که به هر حال این افرادی که همونطور که شما فرمودید در یک فرایند قانونی و رسمی ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی به دنیا آمدن به هر حال وجود دارند و حضور دارند در جامعه و اگر ما به اینها رسمیت نبخشیم و به اونها تابعیت ندیم، اون مزاری که میتونه داشته باشه بسیار بیشتر از اون مزار احتمالی امنیتی سیاسی هست که ما حالا میخوایم تصور کنیم که در آینده اینا به دلیل انتصاب در واقع از یک سمت به در واقع از سمت پدری به یک کشور دیگه ممکنه برای ما ایجاد کنن. خب این در واقع یک احتمالات خیلی ضعیفیه که به خاطر رعایت اون احتمالات ضعیف ما یه منافع خیلی عمده‌ای رو از دست میدیم و یک مزار خیلی عمده‌ای رو متوجه جامعه میکنیم. نه تنها در مورد تحصیل این افراد، حالا من یه سری گزارش هایی رو هم که در واقع
مرکز رصد فرهنگی کشور گزارش تحت عنوان گزارش شماره 42 در خرداد 1402 منتشر کرده. در انتهای این گزارش با خیلی از ذی‌نفعان مصاحبه کرده. اکثر این افراد با ناامیدی، با سرخوردگی عنوان می‌کردن که ما خیلی از کارهایی که میتونستیم بکنیم نتونستیم انجام بدیم. ما می‌خواستیم ازدواج کنیم نتونستیم. حالا افرادی که به سنین بالا رسیده بودن، مثلا 30 سالش بوده، 28 سالش بوده، من می‌خواستم ازدواج کنم، همین که در واقع طرف متوجه شده من شناسنامه ندارم با من ازدواج نکنه. ببینید در واقع هم جامعه و هم نهادها این افراد رو پس میزنن و فردی که پس زده میشه اولین آمادگی که داره آمادگی برای رفتارهای ضد اجتماعی هست. و به هر حال به نظر من، نمیدونم به چه شکلی، ولی به یک شکل در واقع معقولی و با یک روش خیلی هوشمندانه‌ای باید متصدیان امر رو متوجه این قضیه کرد که اون نگرانی‌های امنیتی احتمالی شما اونقدر در واقع اهمیتی نداره که این نگرانی‌های در واقع اجتماعی و فرهنگی حاصل از بی‌هویتی این افراد، حالا من نمیخوام از تعبیر بی‌هویت استفاده کنم به معنای در واقع اخلاقی قضیه و ارزشی قضیه، ولی فرد در یک سیستم بوروکراتیک تا زمانی که اوراق هویتی نداشته باشه عملا هویت دیگری نداره، مخصوصا در سیستم‌های فوق بوروکراتیکی مثل سیستم ایران. یعنی شما در واقع تا زمانی که یک کد ملی نداشته باشی عملا کاری نمیتونی انجام بدی و عملا شما از جامعه رانده میشی، استعدادات هدر میره و همونطور که عرض کردم زمینه‌های بروز رفتارهای پرخطر بیشتر خواهد شد. خیلی عالی و روشن. و صحبتی در واقع پایانی رو می‌خواستم از نظرتون کسب کنیم و اون که چشم‌انداز چی می‌بینید؟ حالا اشاره کردید که به لایحه‌ای که همین 2 روز گذشته دولت داده در همین رابطه و همچنین اینکه هنوز خبری از تصویب اون سازمان ملی مهاجرت نیست و چه بسا که به نتیجه نرسه، ولی باز همچنان احساس میشه که در به همون پاشنه میچرخه و نگاه به اون سمت نیست و از زمانی هم که همون طرح سازمان ملی مهاجرت رفته ظاهرا گفته میشه که بعضی از روزنامه‌ها نوشتن که بعضی از استان‌ها شروع کردن به توقف اجرای همون قانونی که همچنان قانون سال 98 که همچنان داره اجرا میشه. خب در حالی که هنوز قانون جدیدی نیومده، هنوز قانون سازمان ملی مهاجرت تصویب نشده که ماده 41ش لازم رو اجرا باشه، ولی این نشون میده که یک جایی و یا عده‌ای سرعت دارن میدن به این، برخلاف این که مسائلی که شما برشمردید کاملا واضح هست، یعنی خیلی خیلی واضح و آشکاره که میتونیم دست بزنیم روش، این که این کارا رو میکنیم در واقع خروجی این میتونه آسیب برای جامعه داره باشه، چون الان بسیاری از همون افرادی که ما ازشون داریم یاد میکنیم کودک بودن الان دیگه نیستن، الان بزرگسالن. افغانستان هم که آباد نشده که بخوام برگردن افغانستان، چنانچه بسیارشون افغانستانی شاید محسوب بشن. خب نتیجه چیه؟ خب حتما در ایران زندگی میکنن دیگه، جای دیگه هم که نمیتونن برن، چون مسئله هر جا بخوای بری باز اوراق هویت میخواد. پس خب فکر میکنید چشم‌انداز چیه؟ یعنی حالا هم نگاه به جامعه مدنی داشته باشیم، هم نگاه به در واقع مردم، مطالبه‌گری مردم و بعضا مسئولین به خصوص با تغییری که الان در واقع نهاد ریاست جمهوری رخ داده و آقای پزشکیان میده، آیا فکر میکنید مطالعه تغییری حداقلی ما در این حوزه میتونیم شاید یا امیدی به اون داشته باشیم یا اینکه هنوز خیلی راه داریم؟ واقعیتش رو بخوام بگم خیلی ناامید هستم نسبت به تغییر این روند و این مسیر، میتونم بگم قهقرایی که در واقع پیش گرفته شده در تصویب این قانون و هیچ نشانه‌ای و آلارمی از تغییر مثبت نمیبینم. به ویژه این که ببینید الان متاسفانه حالا
حتی این لایحه اخیری که 2 روز پیش هم رفته مجلس رو هم اگر بذاریم کنار، به هر حال این طرح در مجلس مطرح و طرح هست، یعنی لایحه نبوده که دولت بفرسته و حالا مثلا امیدوار باشیم که با تغییر دولت و با تغییر نگاه دولت به فرض اینکه همچین تغییری در واقع بتونه مؤثر باشه حالا اون لایحه رو پس بگیرن. طرح سازمان ملی مهاجرت یا اقامت، حالا عنوانش هم یکم تردید داریم الان، این طرحه، یعنی مبتکرش خود مجلس بوده. بنابراین خیلی سخت هست که حتی با در واقع روشن‌ترین دولتی هم که به سر کار بیاد ما انتظار داشته باشیم که مجلس جدید که باز نسبت به مجلس قبلی شاید 1 درجه جلوتر هست در این نگاه ها، از نظر من بخوایم انتظار داشته باشیم که بخواد در واقع عقب نشینی کنه و اون در واقع ماده 41 رو ازش طرف نظر کنه. این نکته رو من عرض کنم، حالا توی اون مقاله هم هست. تو طرح اولیه مجلس اصلا ماده 41 نبوده و قراری بر نسخ قانون سال 98 نبوده، ولی معلوم نیست که توی چه فرایندی و حالا با توصیه چه کسانی یهو در واقع این به طرح اصلی اضافه میشه. یعنی ما خیلی وقتا شاهد یک هل دادن بعضی از مسائل هستیم که پشت پرده هم انجام میشه، بعضیا و در واقع اهداف خاص این کار انجام میدن که اصل در واقع قضیه رو یه وقتای همین کارهای در واقع جانبی تحت الشعاع قرار میده. بنابراین من چشمانداز مثبتی نمیبینم، یعنی واقع بینانه که به قضیه نگاه میکنم و به اون سیستم حکمرانی و قانونگذاری که نگاه میکنم آلارم مثبتی نمیبینم که بر اساس اون بتونم مثلا این پیش بینی رو بکنم که در واقع اون تصویب ماده 41 اون قانون در واقع ازش صرف نظر بشه. فقط میتونم امیدوار باشم که به طور اتفاقی و به طور در واقع جانبی همونطور که این ماده 41 توسط افرادی اضافه شد، توسط افراد اندیشمندی، توسط افراد در واقع خردمندی کنار گذاشته بشه و اونجا در واقع در سهم و در حال کمیسیون‌های تخصصی توضیح داده بشه که بابا این در واقع این وضعیت رو در واقع این حداقل نظم نسبتاً خوبی که شکل گرفته بود با قانون سال 98 رو به هم میزنه و تبعات بسیار وخیمی خواهد داشت و حالا در واقع مباحث تطبیقی رو هم بتونن اونجا مطرح کنن که ما رو در واقع در نظم حقوقی جهانی بتونه نشون بده که در کجا ایستادیم الان با توجه به هم مطلبی که عرض کردم ما جزو اون 7 کشور هستیم. مجموعه اینها رو اگر یک در واقع خردی بتونه در واقع در اونجا مطرح کنه، شاید بتونه در واقع، حالا میگم بازم نه در سهم، شاید در واقع کمیسیون تخصصی بتونه این قضیه در واقع مطرح بشه و در همون کمیسیون هم مثلا این ماده 41 در واقع یه جورایی حذف بشه. ولی به طور کلی نه، من امیدواری خاصی در این زمینه ندارم متاسفانه و نمیتونم در واقع خیلی خوشبین باشم به این قضیه. بسیار بسیار ممنون، بحث خیلی روشن و البته باز میدونم زوایای متعدد دیگه داره، اما اینقدر شما جامع به و در واقع به طور اساسی به همه بخش ها پرداختید که دیگه جای سوال و بحث بیشتر در واقع در این لایو کوتاه نمی گنجه. و تنها نکته‌ای که من علاقه دارم که بهش بپردازم، اگرچه میدونم ما هر دومون از جامعه وکلا میام و انتظار این داریم که کانون‌های وکلا در این حوزه، اتحادیه سراسری کانون‌ها، خود وکلایی که در این حوزه حساسن و آشنایی دارن بیان وارد بشن و تلاش کنن که در حقیقت با اندیشه ورزی و با ارتباط گرفتن با قانون‌گذاران تلاش کنن که تغییری اتفاق بیفته. اگه این نکته هم احیانا جای امید را، اگرچه شما فرمودید امید زیادی نیست، جای امید میتونه با کمک کانون‌های وکلا، بدنه کانون‌های وکلا افزایش بده، این رو بفرمایید، چون
به هر حال ما سعی میکنیم این بخش ها رو در واقع همین گفتگوها رو به هر ترتیب شده به سمع و نظر وکلا هم برسونیم، چون به هر حال ما میدونیم که اونها میتونن تاثیرایی داشته باشن برای حفظ حقوق افراد فاقد حقوق، افراد بی صدا، افرادی که متولی ندارن، حامی ندارن و کسی توجهی نداره به شرایطشون. اگر همه افراد مرتبط به خانواده‌های دیگه متحول یه جوری دیگه بودن، قضیه یه اتفاق دیگه میافتاد احتمالاً. حالا در واقع من شعاری نمیخوام صحبت کنم، ولی طبیعی است که در واقع بی کس و کار بودن و در موضع ضعف قرار داشتن همیشه این حق رو در واقع تحصیلش با مشکل مواجه میکنه. از این حوزه اگه نکته‌ای دارید علاوه بفرمایید و نکته پایانی اگه هست در خدمت هست. ببینید در مورد کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، چیزی که من تصورم اینه که در شرایط فعلی انقدر تمرکز و نگرانی کانون‌های وکلا به ویژه بر اصل بقای خودشون هست. حالا مباحثی که خودتون بهتر از من اشراف دارید، بحث در واقع کسب و کار شمرده شدن وکالت، بحث در واقع خود در واقع موجودیت کانون وکلا، بحث استقلال کانون وکلا و بحث‌های اساسی که در واقع کانون وکلا و در واقع اون نهاد باش روبرو هست، شاید جای زیادی برای در واقع مطرح کردن این مسائل نداره و شاید در واقع این انتظار رو از وکلای به صورت مستقل یا در واقع جمعیت‌های وکلا یا حالا جمعیت‌های حقوق بشری وکلا که در ایران دارن فعالیت میکنن بتونیم داشته باشیم. و از اون مهمتر به نظر من با تمام تضعیف سازمان‌های مردم نهاد حامی حقوق کودک در سالهای گذشته و در دهه‌های گذشته، اما باز هم من خیلی امیدوارم که اینها با اون قدرت اندک چانه‌زنی که در حاکمیت دارن و به هر حال گاهی شمرده میشن و گاهی به حساب میاد، اینها بتونن در واقع حاکمیت و به ویژه در واقع دستگاه قانونگذاری رو متقاعد کنن که در واقع این کار در واقع خردمندانه نیست و این قانون سال 98 با همین وضعیت افتان و خیزانی که داره تا حدی میتونه منافع عالی کودکان رو فراهم کنه و از اون مهمتر در واقع جامعه رو از مخاطرات بعدی که میتونه باش روبرو بشه در واقع حفظ کنه. من نقش سازمان‌های مردم نهاد به ویژه سازمان‌هایی که در مورد کودکان فعالیت میکنن، در مورد کودکان کار فعالیت میکنن و به طور کلی دغدغه‌مندیشون و فلسفه وجودیشون مباحث حقوق کودک هست، اونها رو مؤثرتر در این قضیه میدونم و امیدوار هستم که در اون در واقع طرح تخصصی قضیه در مجلس اینا بتونن یه مقداری این دغدغه ها رو به صورت جدی مطرح کنن و بتونن فارغ از مسائل سیاسی که متاسفانه میتونیم بگیم همه چیز گاهی وقتا آدم احساس میکنه سیاسی شده، فارغ از مسائل سیاسی و فارغ از برانگیختن در واقع اون حس سیاسی نسبت به موضوع، بتونن مسئله رو به عنوان یک مسئله اجتماعی و فرهنگی در مجلس مطرح کنن تا امیدوار باشیم که در واقع از تصویب ماده 41 این طرح جلوگیری بشه. خیلی خیلی سپاسگزارم از وقتی که در اختیار مرکز عدالت کودکان قرار دادید و گفتگوی کردیم با هم دیگه. بسیار ارزشمند و ارزنده هست. امیدوارم که این صدا وسیع‌تر شنیده بشه و زحمات شما هم ارج گذاشته بشه در این حوزه و اگر نکته دیگه نیست همینجا نقطه میذاریم پایان. و اگه دوستانم در این زمینه مطلبی دارن، کسانی که بعداً ما رو میشنون، کامنتی، مطلبی، سوالی احیانا از طریق هر طریقی که دسترسی داشتن بین یا از طریق اینستاگرام مطرح کنن، حتما پاسخ داده میشه و امیدوارم که یک شرایط بهتری برای نگاه به کودکان در جامعه ما مستقر بشه. زحمات جامعه مدنی رو اشاره کردید، بسیار ارزشمند هست و امیدوارم که
در کنار همه اینها ما روزگار بهتر رو بتونیم برای کودکان سرزمینمون، چه اونایی که از مادر هستن چه از پدر و مادر و پدر، داشته باشیم و روزگاران بهتر هم در پیش. بسیار بازم سپاسگزارم و اگر نکته دیگه نیست خداحافظی بکنیم. خواهش میکنم. منم از شما سپاسگزارم، از مرکز عدالت برای کودکان هم بسیار سپاسگزارم که این فرصت مغتنم رو فراهم کردن که این مسئله طرح بشه. امیدوارم در عین هم امیدوارم که همین حرکات کوچک و کمک سازمان‌های فعال در زمینه حقوق کودک در ایران بتونه در واقع شرایط بهتری رو برای کودکان رقم بزنه و بتونه حداقل از بدتر شدن شرایط جلوگیری کنه و همین شرایط فعلی رو با همین وضعیتی که حالا ایدئال نیست ولی تا حدی تأمین کننده حقوق و منافع عالی کودکان هست رو حفظ کنه و امیدوارم که در واقع این صحبت ما هم بتونه مورد استفاده حالا اون کسانی که در این زمینه دغدغه‌مند هستن و میخوان در واقع این دغدغه رو مطرح کنن با متصدیان امن مورد استفاده اونها هم قرار بگیره. صحبت خاصی ندارم، بازم سپاسگزاری میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما و بی نهایت ممنون. سلامت باشید، وقت شما بخیر.